با آن که شمار از باشندگان پایتخت بازسازی و توسعه جاده ها را در زیبایی شهر مهم می دانند، اما بار دیگر بر تسریع روند بازسازی جاده های پایتخت تاکید می ورزند. آنان از شهرداری کابل می خواهند تا هزینه خانه هایی که تخریب و استملاک شده از سوی شهرداری کابل پرداخت شود. سرکا که جور شد به مردم بسیار خوب است. اگر یک خانه تخریب میشه 100 خانه دیگه آرام میشه. باید چیزی که سرکاست کلش جور شود از طریق شاروالی که نقشه داودخانه که پیاده کن باید کلش پیاده کنن او یک کمک کار سرعت بتن. خواهش ما شاروالی کابل هم است که زودترین کار تا شدت بده که زمستان نه مردم به خانه و به جای است توان مردم بپردازه که مردم مسکین و بیچاره است. حالی که سرک تیرمونه خیلی خسارات برای مردم زیاد است. مردم هم دار و ندار خیلی مصرف کرده. باز این دولت فعلی هم که اگر خسارات از این دار بده خوب است. اگر نه باز مردم خیلی خراب وضعیتش خراب هستند دیگه کاروبار نیستند. همزمان با این نماینده شهرداری کابل با تاکید بر پرداخت هزینه جایدادهای استملاک شده می افزاید که کار هر پروژه با در نظر داشته زمان تعیین شده به پایان می رسد. مطابق به اسکیجولی که وجود داره، بعضی پروژه 20 ماه هست، بعضی 18 ماه هست، بعضی 1 سال یا 12 ماه هست، مطابق از او پیش میره و او پروژه‌ای که زمان اجراشون بالاتر از 1 سال است، اما بخشی که برای امسال بعد اجرا شده و بودجهش تصویب شده آماده است و اجرا میشه. این در حال است که پیش از این شهرداری کابل کار 3 پروژه بزرگ جاده سازی و 1 پروژه ایجاد پل را به ارزش 390 میلیون افغانی در زون شرق پایتخت آغاز کرده است.